باری نخست در شهر خوجند نمایشنامه خونخوار تاروسی به صحنه گذاشته شد. این چاره‌بینی فرهنگی با تشبث مؤسسه دولتی تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه روی کار آمده در تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام خواجه کمال خوجندی جریان گرفت. اساس زندگی ما جوانان است. جوانان است و ما کوشش میکنیم که هر یک نمایشی که آماده میسازیم و پیشکش می‌نماییم بیشتر وابسته باشد به حیات امروزه جوانان، چون که همه آینده همین ملت و دولت در دست جوانان است و این چیزی که ما به صحنه آوردیم به حیات اولوی، یعنی احترام پدر، احترام مادر، عموما درباره وجدان پاک و درباره عملهای نیک انسانی سخن می‌رود. من گمان میکنم که یکی از نمایش‌های بهترین تئاتر لاهوتی است و باور دارم که با تماشابین خوجند مقبول می شود. با اطلاع مسئول سفر هنری اهل کارمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان لطفالله دولتزاده، تئاتر آینه زندگی است. نمایشنامه‌هایی که در تئاتر به صحنه گذاشته می شود از حیات امروزه و گذشته مردم قصه می کند. نمایشنامه خونخوار تاروسی نیز انعکاس کننده داغ و نیرنگ‌های زندگی بوده، موضوع نفس، فریب و عاقبت‌های ناگوار آن را که تجربه تلخ حیاتی محسوب می‌یابد در خود تجسم کرده است. مسحکه خونخوار تاروسی از روی اثر دراماتورگ عزیز نیسین با کارگردانی هنرپیشه شایسته تاجیکستان سلطان عثمانов باری اول سال 2024 در تاجیکستان تهیه گردیده است. نقش اساسی نوری سیاه نور را در نمایشنامه مذکور هنرمند شناخته قربانی صابر بازیده است. همین که آمدم سیردریا میرم و دستامو در آب تر میکنم، میگم سلام مادر. میبیام اینجا میسیم که مادر از زیارت و رسیدیم آخه شهر من نمیدونم، میبینی این امارات های نو، جایی که من قدم میزدیم در کنارش امارات های نو، شهر بعضی خوش رو نازنین، آدم دلش میشکوفه و بالای همه این آمدن و رفتن ها هنر. یعنی ما نمایش آوردیم، قریب 1 سال میشه که نمایش تولد شد و الکی ما سمرقند رفتیم با این نمایش، اونجا خیلی قبول خوب بود و من باور دارم که دل مردم با دیدن این نمایش یعنی رامتر میشه. یعنی این مسئله روز است. در مرکز روایت نمایشنامه قصه خونخوار از محله تاروس انقره قرار دارد و این اثر ناسازگاری، ناعدالتی و نابرابری های زمان زندگی نویسنده را با مهارت بلند انعکاس کرده است. من اینجا برای آن آمدم که اولین بار است که شما به خانه ما تشریف می آورید و ما نمیگذاریم که شما خود را در اینجا ناراحت کنید. بفرمایید جناب بفرمایید قهوه. بس برای خدا. باید قید نمود که هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی образهای مسحکه را با مهارت خیلی بلند تاثیر بخش اجرا نمودند و تماشابینان از تماشای این نمایشنامه یک جهان معنی گرفتند. ما این روز به تئاتر کمال خوجندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت. تشکری زیاد به تشکیل کنندگان این спектакль. به من این спектакль خیلی خوش آمد. Был и веселым, и грустным, и печальным. Хотелось и смеяться, и плакать в этом спектакле. Было очень интересно смотреть его. Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился. Я очень сильно благодарю людей, которые играли на этом спектакле. Они трудились ради нас, чтобы мы получили удовольствие от увиденного. театр дар ҳақиқат оинаи зиндагӣ аст ва ин намоишномаи хунхори торосӣ бори дигар собит сохт ки санъати театрӣ на танҳо василаи фароғат балки воситаи муассири тарбияи ахлоқӣ ва инъикоси воқеияти ҳаёт мебошад. спектакли хунхори торосӣ аз 11 то 19 феврал
дар театри давлатии масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ намоиш дода мешавад. мухлисони ҳунари волои театр метавонанд ҳама рӯза соати 14 аз тамошои ин асари пурмуҳтаво баҳравар гарданд.